روز 16. شکرگزاری و معجزه آن در سلامتی. معجزه با طبیعت در تضاد نیست، فقط با شناخت ما از طبیعت در تضاد است. گفته سن آگوستین، زاده 354 در گذشته 430، عالم الهیات و کشیش کاتولیک. ما باید بیشتر وقتها احساس سلامتی، پر انرژی بودن و شادمانی داشته باشیم، زیرا به این صورت است که میتوانیم به امتیاز و شایستگی خود برای سلامتی کامل دست یابیم. واقعیت این است که خیلی کسان متاسفانه این احساس را ندارند. بسیاری با بیماری، مشکلاتی در ساختار بدنی یا مشکلات روانی و افسردگی دست و پنجه نرم میکنند که تمامی اینها به معنای برخوردار نبودن از سلامت کامل است. شکرگزاری سریعترین راهی است که من میشناسم و به وسیله آن میتوان سلامتی کاملی را به دست آورید که به لحاظ بدنی و جسمانی انتظارش را دارید. تمامی بهبودی های معجزه‌واری که ما تا کنون دیده‌ایم نتیجه بازگشت سریع سلامتی به بدن انسانی است که پیشتر در آن نشانی از سلامتی کامل دیده نمیشد. اگر فکر میکنید که شکرگزاری باعث تأثیرهای معجزه‌آسا در سلامتی و بدن شما نمیشود، آنگاه چند تا از داستانهای مربوط به بازگشت معجزه‌وار سلامتی را در سایت thesecret.tv بخوانید. نیروی معجزه‌آسای شکرگزاری سبب می شود جریان سلامتی در ذهن و بدن افزایش یابد که می تواند برای بهبود سریعتر به بدن کمک کند و این مسئله در پژوهش‌های بسیاری اثبات شده است. نیروی قدرشناسی دست به دست مراقبت مناسب از بدن یا تغذیه یا توصیه‌های پزشکی می دهد که شما انتخاب کنید. هنگامی که نوعی از بیماری یا شرایط خاص در بدن شما پدیدار می شود، قابل درک است که شما نسبت به آن احساساتی منفی مانند نگرانی، ناامیدی یا ترس داشته باشید، ولی احساسات بد درباره بیماری در شرایط شما بهبودی پدید نمی آورد. در حقیقت تأثیر منفی نیز دارد و حتی باعث می شود که سلامتی شما بیشتر هم به مخاطره بیفتد. برای آن که سلامت خود را افزایش دهید، باید احساسات خوب را جایگزین احساسات منفی کنید و قدرشناسی بهترین راه انجام آن است. بسیاری از افراد نسبت به ظاهر فیزیکی خود احساس بد و نارضایتی دارند. با تأسف باید گفت که این افکار و احساسات جریان سلامتی را نیز کاهش می‌دهند. وقتی شما چیزی را در بدن خود دوست ندارید، در حقیقت نسبت به بدن خود شکرگزار نیستید. به آن فکر کنید. بر اساس قانون جذب، شکوه و شکایات درباره شرایط بدنی باعث بروز مشکلات بیشتری برای شکایت کردن می‌شود. بنابراین ابراز شکایت از بدن و ظاهر و چهره سلامتی شما را به مخاطره می‌اندازد و دچار ریسک بیشتری می‌کند. هر کس نسبت به سلامتی و جسم خود شکرگزار نباشد، هر چیزی که دارد از او باز پس گرفته خواهد شد. هر کس که نسبت به سلامتی و جسم خود قدرشناس و شاکر باشد، به او سلامتی در حد فراوانی داده می‌شود. ممکن است شما اکنون بیمار باشید یا درد و رنج بسیاری را تحمل کنید، ولی اگر مشغول خواندن این کلمات هستید، هدیه سلامتی را دریافت خواهید کرد. هنگامی که درد می‌کشید یا بیمار هستید، داشتن حس قدرشناسی بسیار سخت است، ولی حتی اندک قدرشناسی باعث افزایش جریان سلامت کامل به سوی شما می شود. تمرین امروز درباره شکرگزاری و معجزه آن در سلامت طراحی شده است تا به صورت چشمگیری سلامتی و شادمانی شما را افزایش دهد. برای این منظور از رویکردی 3 مرحله‌ای استفاده خواهیم کرد تا روند بهبود و دستیابی به سلامت را تسریع دهیم. گام اول، سلامتی که به شما داده شده است. منظور در گذشته است. به سلامتی فکر کنید که در طول زندگیتان، چه در کودکی چه در دوران بلوغ یا بزرگسالی داشته اید. به زمانی بیاندیشید که سرشار از انرژی بودید و بسیار شاد و سرحال. خاطرات 3 موقعیتی را به یاد آورید که در آن احساس می‌کردید در اوج دنیا هستید و با بیان واژه سپاسگزارم قدرشناسی خود را ابراز کنید. اگر به لحظه‌های بزرگ زندگی خود بیاندیشید، می‌توانید این خاطرات را به راحتی به یاد آورید. گام دوم، سلامتی که همکنون از آن بهره میبرید. منظور در حال حاضر است. به سلامتی فکر کنید که امروز از آن بهره مندید و برای هر ارگان و سیستم و احساسات فیزیکی که همکنون در بدنتان به خوبی کار میکند احساس قدرشناسی کنید. به بازوها، دستان، چشمان، گوشها، کبد، کلیه مغز و قلب خود بیاندیشید. 5 سیستم از بدنتان را که خوب هستند برگزینید و در ذهن خود واژه سپاسگزارم را برای یکی یک آنها بگویید. گام سوم، سلامتی که می‌خواهید دریافت کنید، یعنی در آینده.
برای تمرین امروز یک مورد مربوط به سلامتیتان را برگزینید که می‌خواهید افزایش یابد و حال شما می‌خواهید به طریقی ویژه از نیروی قدرشناسی برای این منظور استفاده کنید. به شرایط ایدئال سلامتی آن عضو بیاندیشید. وقتی برای شرایط ایدئال هر چیزی شکرگزاری می‌کنید، شرایط ایدئال را برای برگشت به سوی خودتان به جریان در می‌آورید. گاهی اوقات هنگامی که فردی به بیماری مبتلا می‌شود، نه تنها درباره آن بسیار صحبت می‌کند، بلکه به دنبال گردآوری اطلاعات درباره نشانه‌های بد و هولناک آن می‌شود. به بیان دیگر، تمامی تمرکز خود را به بخش منفی بیماری می‌گذارد و این در حالی است که بر اساس قانون جذب ما نمی‌توانیم به یک بیماری بگوییم که به دنبال کار خود برود در حالی که بر آن تمرکز کرده ایم، چرا که تمرکز بر جنبه منفی یک بیماری تنها باعث وخیم‌تر شدن آن می‌شود، حالان که باید به طور دقیق کنشی برخلاف آن داشته باشیم و بر شرایط ایدئال بدنمان به هنگام بیماری تمرکز کنیم و فکر و ذکرمان را به آن بدهیم. قدرشناسی برای شرایط ایدئال هر بخش بدن ما از قدرت افکار و احساساتمان سود میبرد تا در یک لحظه آن شرایط را جذب کند. 1 دقیقه زمان صرف کنید تا خودتان را در شرایط ایدئالی قرار دهید که انتظار داشتن آن را دارید و آنگاه که بدنتان را آنگونه که میخواهید در ذهن خود دیدید، تصور کنید که آن را به دست آورده اید و به همین خاطر قدرشناسی کنید. بنابراین اگر میخواهید سلامتی به گونه‌ای معجزه‌آسا به کلیه‌هاتان بازگردد، برای داشتن کلیه‌های قدرتمند که تمام زواید و آلودگی‌های بدنتان را تصفیه می‌کند شکرگزار باشید. اگر می‌خواهید به طور سریع سلامت را به خون خود برگردانید، برای داشتن خونی پاک و سالم که اکسیژن و مواد مغذی را به تمامی بخش‌های بدنتان می‌رساند شکرگزار باشید. اگر می‌خواهید به طرز فوق‌العاده‌ای بر سلامتی قلب خود بیفزایید، برای قلبی قوی و سالم که سلامت را در تمام ارگان‌های بدنتان به گردش در می‌آورد شکرگزار باشید. اگر می‌خواهید دید چشمان خود را افزایش دهید، پس برای دیدی عالی که تصورش را دارید شکرگزاری کنید. اگر می‌خواهید شنواییتان بهبود یابد یا انتظار حس شنوایی بی‌نقصی را دارید شکرگزاری کنید. اگر می‌خواهید انعطاف پذیری بدنتان عالی باشد، برای داشتن بدنی چابک و انعطاف پذیر شکرگزار باشید. اگر می‌خواهید وزن بدنتان را تغییر دهید، آنگاه به وزن ایدئال خود بیاندیشید و خود را در آن وضعیت تصور کنید و برای آن شکرگزاری کنید. هر چرا که می‌خواهید بهبود یابد، خود را با آن شرایط ایدئال تصور کنید و سپس برای آن شرایط ایدئال انگار که آن را دریافت کرده اید شکرگزاری کنید. نیروهای طبیعی موجود در بدن ما بهترین شفا دهنده بیماری ها هستند. گفته هیپوکراتی 370 تا 460 قبل از میلاد، پدر علم روانشناسی غربی. شما می توانید تمرین شکرگزاری و معجزه آن در سلامت را در صورت نیاز هر روز تکرار کنید، یا برای سرعت بخشیدن به بازگشت سلامتیتان به صورت فوق‌العاده و بهبود شرایط بدنی خود این تمرین را چند بار در روز انجام دهید. اما مهمتر آن است که سعی کنید هرگاه در خصوص سلامتیتان دچار افکار و احساسات منفی شدید، بلافاصله به شرایط خوبی بیاندیشید که انتظارش را دارید و درست مانند این که آن را دریافت کرده باشید شکرگزار و شادمان شوید. بهترین و مؤثرترین راه برای تضمین سلامت غیر از به خوبی مراقب خود بودن آن است که برای سلامتی خود شکرگزار باشید. تمرین شماره 16. شکرگزاری و معجزه آن در سلامت. 1. موهبت‌های خود را بشمارید. لیستی از 10 موهبت خود تهیه کنید و بنویسید که چرا برای داشتن آنها سپاسگزارید. لیست خود را از نو بخوانید و در پایان هر مورد واژه سپاسگزارم را 3 بار بگویید و تا آنجا که می‌توانید برای موهبت‌هایی که دارید قدرشناس باشید. 2. به 3 زمانی بیاندیشید که در اثر داشتن سلامت در طول زندگیتان خود را بر بالاترین رفیع‌ترین قله دنیا احساس می‌کردید و برای آنها شکرگزاری کنید. 3. به 5 ارگان بدنتان فکر کنید که از سلامت برخوردارند و برای هر کدام از آنها سپاسگزاری کنید. 4. به یک مورد درباره بدنتان بیاندیشید که می‌خواهید بهبود یابد و 1 دقیقه وقت صرف کنید تا خود را در همان شرایط ایدئال سلامت مورد نظرتان تصور کنید. برای داشتن این شرایط شکرگزاری کنید. 5. پیش از آن که بخوابید افکارتان را متمرکز کنید و واژه سپاسگزارم را برای بهترین اتفاقی که در روز برای شما رخ داده است بر زبان آورید.